یه کسی هست انقدر ثروت داره عدد نداره ثروتش، بی نهایت عاشق تو، میمیره برات، رفیق حاضر همه ثروت رو بریزه به پات، بی نهایت عاشق توه که نمیتونم بگم چقدر دوست داره، چون اندازه خودش دوست داره. خدا چقدره مگه میشه وزنش کرد؟ و ثروت همه عالم دستشه و نمیمیره، فراموش نمیکنه، حواسش پرت نمیشه، نه حواسش پرت میشه، نه یادش میره، نه بی‌توجهی میکنه، نه از عشقش به تو کم میشه، نه از قدرتش کم میشه. یه همچین موجودیه. میگه بابا بیا با من زندگی کن، تو چرا با در و دیوار زندگی میکنی؟ با من زندگی کن. خدا نتونست به ما بفهمونه عاشقمونه. چی کار باید میکرد ما بفهمیم عاشق ماست؟ چی کار باید میکرد ما بفهمیم همه کار عالم خودشه، همه چی تو دستشه؟ کسی اصلا غیر خدا نفوذ داره؟ خیلی عجیب.